هواپیما رو بهتون یاد دادم، ماشین رو بهتون یاد دادم، تانک رو بهتون یاد دادم، قایق موتوری رو بهتون یاد دادم، زیردریایی رو بهتون یاد دادم، حتی هلیکوپترم بهتون یاد دادم. به نظرتون الان چی مونده؟ قطار. سلام کجا داریم بچه‌ها؟ ابوالفضل ایکس مستر هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی آموزشی خیلی خفن دیگه به همراه ابوالفضل ایکس مستر از ماینکرافت. قراره تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری یه قطار خیلی خفن که کار میکنه و شما میتونید سوارش بشین و 10 نفر دیگه هم میتونن سوارش بشن و توی ماینکرافت بسازین. خیالتون راحت باشه بچه‌ها، اصلا مثل آموزش قبلی نیست که 46 دقیقه طول کشید. در واقع بچه‌ها ویدیوی قبلی 1 ساعت و 40 دقیقه بود که من با ادیت تبدیلش کرده بودم به 46 دقیقه. ولی خیالتون راحت باشه، این قطار خیلی آسونه. فقط بچه‌ها بزرگترین حمایت اینه که همین الان کانال من رو دنبال کنین و این ویدیو رو لایک کنین. بچه‌ها کانالمو حتما دنبال کنین که دیگه چیزی نمونده تا 200,000 تایی بشیم. عشق منین، برو بریم سراغ این ویدیوی خیلی خفن. Here we go. مثل همیشه میریم سراغ آیتمایی که شما برای ساختن این قطار بهشون نیاز دارین. بچه‌ها شما به همه این آیتما برای ساختن این قطار نیاز دارین. حالا بستگی به این داره چند تا واگن میخواین برای قطارتون بسازین که باید به همون اندازه هم دیگه آیتم داشته باشین. فکر کنم برای این قطار ما میخوایم 4 تا واگن بسازیم، هر واگن هم 1 نفر ظرفیت داره. خب دیگه آیتما رو دیدین، برو بریم سراغ ساخت و سازش. اولین چیزی که شما باید بسازین بچه‌ها چیه؟ ریله. و شما ریل رو باید با انویل و یه تراکوتا بسازید. حالا این دو طرفو که بچه‌ها کندین این درتا رو بعد جایگذاری کنین. چی رو جایگذاری کنین بچه‌ها؟ جاشون انویل بذارین. نه این شکلی نه، این شکلی بچه‌ها باید بذارین. بعد به این ور بذارین که دقیقاً بشه مثل یه ریل. من تا اون ته میذارم بعد میرم سراغ اون ور. برو بریم. حالا میریم سراغ این ور. خیلی خوشگل شده. اون یارو آموزش میداد خیلی خوشگل نشده بود برای اون، ولی برای من که این شیدر رو زدم نیا کنین نور خورشید میتابه روی این انویلا، خیلی خوشگل ترش میکنه ریلا رو. من که خیلی دوستش دارم. بعد این قطار رو دیگه بسازیم، دیگه چی میمونه بسازیم تو ماینکرافت؟ بچا پیشنهاداتتون رو توی کامنت بنویسین، بگیم برای قسمت بعدی آموزشا چی بسازم براتون، چه چیزایی توی سروایوال به دردتون میخوره من بسازم. چیزایی که به دردتون میخوره رو بگیم، من آموزششون میدم بچا براتون. آموزشاشون رو میذارم که بتونید توی سروایوالاتون بسازید. خب این برام دیگه مثل اینکه تمام شد. این جای خالی رو پر کنیم و تمام. البته هنوز مونده بچا، این وسطش هم ما یه طرحی میخوایم بذاریم، از این تراکوتاها میخوایم بذاریم. آره دقیقاً همینجوری اینا رو هم بکنیم این وسطو. میگه منو دوستم دور نمیشه تو بنزو، خیالی میگم بکشم بیرون و رنجو 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 رنجو. همین الان بیبی تکست داده اوکی شد. اینجا میپچنم من میپچم جنسو 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 جنسو. آهنگ خوندن بسته، آهنگ خوندن بسته بچه. ریلمون دیگه تموم شد. حالا دیگه میخوایم بریم سراغ خود قطار. ریلمو خیلی طولانی ساختم که قطار رو زیاد حرکتش بدم. اینم از ریلمون که اگه از این بالا هم ببینینش خیلی شبیه ریل نیست، ولی خب دیگه میتونین روش ریل حساب کنین. یعنی چی؟ میتونین به عنوان یه ریل روش حساب کنیم. حالا دیگه ریلمون تکمیله، میریم سراغ ساختن خود قطار. اولین کاری که میکنین بچه‌ها، میاین یه قسمت از ریل رو انتخاب میکنین و شروع میکنین به ساختن قطارتون. خب اولین چیزی که میذارین پیستونه و بعدش یه دونه اسلایم میذارین و بعدش یه دونه ابزرور رو به این بلاک، یعنی میذارین روی این بلاک اسپانش میکنین یه دونه ابزرور و بعدش دوباره یه دونه اسلایم، یه دونه اسلایم هم روش و حالا یه دونه هم پلنک دوباره روی این و یه دونه استیکی پیستون روی این به همراه یه دونه اسلایم. حالا 2 تا اسلایم دیگه جلوش میذارین به همراه یه دونه ابزرور دوباره رو به پایین و یه دونه هم استیکی پیستون رو به جلو به همراه دوباره 2 تا اسلایم. اما این دفعه یه اسلایم دیگه هم روش میذارین و اینجا هم بالای این اسمش چی بود؟ پیستونه، استیکی پیستونه چیه؟ بالای این یه دونه ابزرور میذارین و دوباره اینجاش یه دونه ابزرور میذارین که روش به بالا باشه و این ابزرور کناریشو میکنین دیگه، اون نیاز نیست. حالا این دیوارتون رو برمی‌دارین، اینجا یه دونه از این دیوارا میذارین که شبیه قطار بشه و بعدش چیکار میکنین؟ از این پله ها یه دونه اینجا میذارین، یه دونه اینجا میذارین، یه دونه هم اینجا میذارین و 2 تا ترپدورتون هم برمی‌دارین. 2 تا که ندارین، خیلی دارین، نامحدود دارین، چون که توی کریتیو هستیم ما. شما که تو سروایوال هستین باید تعدادی که دارین رو برای ساخت این قطار مشخص کنین. این پشت یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا و 2 تا استرز هم روشون، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا.
دقیقا همینجوری. و بعدش یه دونه گلاس برمیداریم، داریم اتاق لوکوموتیو رانو چیز میکنیم، درست میکنیم. اینجا میذاریمش اینجا، بعد دوباره این اسلب چوبیمونو برمیداریم میذاریمش اینجا بچه دقیقا، یه دونم روی این. و بعدش چیکار میکنیم؟ نشیمنگاه لوکوموتیو رو درست میکنیم، یعنی یه دونه ریل و یه دونه ماین کارت میخوایم. ریلمون رو میذاریم اینجا، ماین کارتمون هم میذاریم روش و بعدش خود ریل رو میکنیمش. حالا نگاه کنید این شد اتاق لوکوموتیو. خب اینجا میره داخل، میشینه اطراف رو نگاه میکنه، قطار رو میرونه و اینا. این قسمت اصلی قطار بود که لوکوموتیو توش و قطار رو کنترل میکنه و میرونتش. و این پشت حالا دیگه اینجاها میشه واگنای قطار یا همون کابینای قطار که دیگه مسافرا داخلشون و اینا، و هر یه دونه واگنش یه دونه مسافر میگیره. هر تعداد واگن بسازیم بچا این حرکت میکنه، از این لحاظ خیالتون راحت باشه. فقط واگنا باید ساختارشون دقیقاً عین هم دیگه باشه، یه ذره با هم فرق کنن یکیشون وای میسته بقیه حرکت میکنن میرن. حالا وقت ساختن واگناشه که بچا واگناش آسون ترین چیزاشن، یعنی خیلی راحت میدونیم بسازینشون. یه دونهشون رو بسازم شما بقیه‌شون رو حفظ میشین، میتونین هر چقدر خواستین واگن بسازین براش. بریم سراغ ساختن اولین واگن بچا. اولین چیزی که شما نیاز دارین ابزروره و همچنین استیکی پیستون و همچنین اسلایم. هر چیزی که نیاز داشتیم این داخل بود. ریل و ماین کارت و این چوبه و این انویلتون رو میذارین به همراه ترپدور هم خیلی نیاز دارین. پیستونتون رو برمی‌دارین. حالا میایم سراغ ساختن این بچا. ابزرور یه دونه میذارین بالا که بتونین این ابزرورتون رو به بالای اینجا بذارین و بعدش چیکار میکنین؟ این استیک پیستونتون رو میذارین اینجا. 1 2 3 تا میایین جلو، یه دونه میذارین اینجا، یه دونه از این مربعا یعنی پلنکا میذارین اینجا، میگم مربع مکعب. یه دونه اسلب میذارین اینجا. حالا چیکار میکنین؟ یه دونه اینجوری میایین بالا با این مکعبا میایین بالا و بعدش ریل میذارین و یه دونه ماین کارت. ریل زیرشو میکنین، این بلاک هم میکنین. به همین راحتی بچه‌ها واگن اولتون ساخته شد. اینم میدیمش بالا. اینا رو برای این میذاریم که خوشگل‌تر بشه. خب اینجوری. البته بچه‌ها ترپدورا رو یه جوری گذاشتم، میترسم یه بار کار نکنه اینا بمونن سر جاشون، یعنی وقتی قطعه حرکت میکنه این ترپدورا بمونن همینجا. فکر میکنم به اینجا وصل شده باشه. من دقیقاً از مکانیزم اینجور چیزای ماینکرافت خبری ندارم، فقط اینا رو باید یه جوری بذارم که از بالا به خود اسلایما بچسبه، خیالم راحت باشه. اینو میکنمش. اینا رو همشون رو اینجوری کردم. بذارین همشون رو درست کنم. درستشون کردم بچه‌ها. خب حالا میریم سراغ واگنای بعدی. دیدین چقدر آسون بود این واگنی که ساختم؟ حالا بعدی‌ها رو دیگه من راحت میتونم بسازم چون دیگه کلا حفظ شدم. نیا کنین اینجوری فکر کنیم بیام اینجا یه دونه اینجوری بذارم، این دوتا رو خرابشون کنم. یه دونه استیکی پیستون، 1 2 3 تا اسلایم، یه دونه روش، یه دونه از این مکعبا اسلب و یه دونه اینجوری ریل ماین کارت. اینم بکنم و 2 تا یعنی 4 تا ترپدور میذاریم. اینا برای تزیین کردنه که خوشگل بشه، پس حتما اینا رو رعایت کنیم. خب تا اینجا شد 2 تا واگن. حالا میریم واگن سوم و چهارم. دوباره مثل همون قبلیه یه دونه اینجوری میام پایین، یه دونه ببخشید این نشد، بعد روش به بالا باشه. یه دونه اینجوری، آها این شد رو به بالا. اون 2 تا رو میشکنیم. بعد دوباره استیکی پیستون، 1 2 3 تا اسلایم، یه دونه اینجوری، دوباره یه دونه اینجوری، یه دونه اسلب، یه دونه اینجوری، یه دونه ریل، یه دونه ماین کارت، یه دونه اینجوری. خودش اومد اینجا دیگه، حرکت هم نمیکنه، خوبه ثابته. بعد حالا دوباره چیکار میکنین؟ ترپدورمون کوشون، ترپدورمون اینجاست. یه دونه اینجوری، یه دونه اینجوری و یه دونه اینجوری، یه دونه هم اینجوری. دقیقاً همینطوری شد 3 تا واگن. یه دونه واگن دیگه بسازیم که دقیقاً بشه مثل یارو. دوباره ابزرور، چرا سوار شده؟ ابزرور، یه دونه دیگه ابزرور اینجوری بعد بشه رو به بالا عزیزم. رو به بالا شد. این 2 تا رو میکنیمشون. دوباره استیکی پیستون، 1 2 3 تا اسلایم بذاریم بچه اینجا رو ریل کنم یه لحظه. خیلی خب حالا اینم بسازیم. 1 2 3 تا اسلایم، یه دونه اینجوری میاد بالا، دوباره یه دونه از این مکعبا، یه دونه اسلب، دوباره مکعب رو به بالا، ریل ماین کارت. این کنده میشه، اینم کنده میشه و حالا یه دونه ترپدور اینجوری، یه دونه ترپدور اینجوری
اینجوری، یه دونه اینجوری، یه دونه هم اینجوری. بله بچه‌ها قطار شما تکمیل شد. اینم از قطار زیبای شما. وای خیلی خوشگله، ببین خیلی خوشگله. یعنی همچین چیزی رو توی سروایورت بسازی، وای خدا خیلی خفنه. فقط بچه‌ها باید نیا کنین مثلا هر دفعه که به مقصد میرسین دوباره کلشو خراب بکنین، برعکس بسازینش که دوباره برگردین. لامصب هیچ چیزی توی ماینکرافت نمیتونه چپ و راست بره، مثلا همچین چیزایی بسازی. نهایتا کاری که میتونی بکنی اینه که مثلا جلو میره یه کاری بکنی عقبم بره، مثلا جلو عقب میره دیگه. راست و چپ من ندیدم چیزی که راست و چپ بره. ولی خب دیگه بازم خیلی خفنه دیگه. شما قطار تو ماینکرافت ساختین، این قطاره ها، خیلی خوبه، من که خیلی دوستش دارم. اوکی بچه‌ها حالا می‌خوایم با هم دیگه تست کنیم که چجوری کار میکنه. یه دونه فلینت برمی‌داریم، یه دونه هم ابسیدین برمی‌داریم. ابسیدین اینجا نقش ترمز داره، یعنی میتونین قطارتون رو وایسونین، یه دونه ابسیدین بذارین اینجا مثلا وایسه و با این فلینت شما میتونین قطارتون رو استارتشو بزنین حرکت کنه. حالا من سروایوال میکنم بچه‌ها. این آیتمایی هم که دستام اونا رو ولشون کنیم، کاریشون نداشته باشیم. میریم سوار چی بشیم؟ سوار واگن بشیم، سوار این چیزه نشیمنگاه لوکوموتیو بشیم و از اینجا وقتی که روی ابزرور بزنیم استارت میکنه و شروع میکنه به حرکت کردن. بفرمایید اینم از حرکت زیبای قطارمون. نگاه کنید چقدر خوشگل داره حرکت میکنه. البته یه باگی هم داره، نگاه کنید هر دفعه رو تصویر چهره من میاد، چون داره هی جلو نزدیک میکنه. این چهره اسکین من هی میاد رو صفحه قید میشه میره. نگاه کنید خیلی خوشگل. نگاه کن چجوری حرکت میکنه. الان از رو ریل میره. نگاه کن اینقدر دراز براش ریل ساختن، بعد نگاه کن تمومش کردن همین راحتی. بزنین ازش بیام بیرون بچه‌ها، از بیرون بزن. چرا رفتم داخل افتاد پایین؟ وای گند زد به قطار. بیا اینجا ببین. اسلایما هم دوتا رو بذارم، یک دوتا اینجوری بودن. خب اینجوری بود. خب دیگه خودمون فقط حرکتشو ببینیم دیگه، نمیخواد سوارش بشیم. اینجا جدا نامگی نکنه فقط روی ریل حرکت میکنه، شوخی نکن. من فکرم این ریل رو همینجوری تزیینی براش درست کرده. یکم ریلشو بچه‌ها بسازم ببینم واقعا همینطوری یا الکیه. اینجا ببینم. خب حالا بریم اونجا. بریم اونجا آتیش بذاریم حرکت. آره بچه‌ها حاجی فقط رو ریل خودش حرکت میکنه. من اصلا نمیدونم چه ربطی داره، من اصلا نمیدونم چه ربطی به این ریله داره که فقط روی ریل حرکت میکنه. خیلی باحال شد. اینجوری دیگه مجبوری حتما ریلو بسازی دیگه، مثل قطار میشه دیگه. حتما بچه همچین ریلی باید براش بسازین. تراکوتاش فکر نکنم فرقی داشته باشه، ولی این انویلا رو باید حتما بذارین تا حرکت کنه. خیلی باحال شد. پس فقط روی ریلا حرکت میکنه. یادتون نره حتما ریل بسازین براش بچه، چون بیچاره میشین حرکت نمیکنه. اینجا من اولش فکرم به خاطر اینکه ماین کارت رفت این اسلایم رو به هم ریخت سیستمشو، فکرم به خاطر اونه. پس نگو به خاطر اون نبود، به خاطر ریل بود. ریل تموم شده بود. پرام حاجی پرام خیلی خفه. اولا که ظاهر قطار شما باشین خود قطاره. دوم اینکه واگناشو میبینین بچه، شما میتونید هر پلیر رو داخل یه دونه واگن بذارین، بعد ماجراجویی بکنین. اینجوری هر دفعه روی هر ماین کارت کلیک کنین میرین جلوتر. و اینجا هم یه ماین کارت دیگه بود بچه‌ها که اتفاقی کنده شد بچه‌ها از دست من. اینجوری بزنین. اینم گذاشتمش اینجا. بفرمایید اینم واگن چی بود؟ لوکوموتیو داخل این میشه. خیلی خفن بود آجی بچه‌ها، حتما بسازینش. این دیگه خود ساخت و سازه، خیلی باحال و به درد بخوره. راحت میتونین نه فقط 4 تا پلیر و خودتونو که میشین 5 تا، میتونین چندین تا پلیر رو انتقال بدین از این شهر به اون شهر. حتما امتحانش کنین که به امتحانش میارزه بچه‌ها. عشق منین. لایک ویدیو رو بتره کنین و چیزی نمونده 200,000 تایی بشیم. حتما کانال من رو دنبال کنین. تا ویدیوی بعدی. بای بای.